салом алейкум бародарои азиз. Ҳоҷи мо дар шаҳри Кӯлобем, зубори ӯ холае ки ай Кӯлоб парфтардем, зубори амро махкамкунӣ омадем. Ростига дарини бозор дуромем ки барои дига чӣ дуромем, як чӣ қати во хӯрдем, ҳами хеле ака қати. Ҳоҷи то охира видеора тамошо кунем. Мо ба ҷои камера мекунем, мерем мепарсем амо ака вазъият ча дидам ганда дилам сӯ. Амира ку мо бирам аниқ кунам ку ами чӣ ҳолат дора. Рости гап дидам, ман гуфтам бояд ҳамин корро бикунам. Намедонам аки чӣ проблема мешавад, ягон проблема мешавад, ягон гап нагагар намедонам. Ҳозир тамошо кунем ку чӣ гап мешавад. Мерем аввал ба ҷои як сиёнка мекунем. Барои як ягон гап гака буд. Иншоалло ҳеҷ намегам, маълуме ки эҳтиёҷманд аст. Ҳозир мерем ай худаш мепурсем, агар ҳақиқатан эҳтиёҷманд боша, баъд ҳамакаса кӯмакш мекунем. Хуб рафтем бародаро, бинен ҳозир чӣ гап мешавад. Биё иҷа ира ба ҷо кунем ки нафҳама ки иҷа да камера дорам. Ина умед як кунҷда бис. Биё иҷа. Ман вақто таъсисам ки як ягон гап меша, ягон проблема. Ҳар шахриш шарт накунам. Салом алейкум. Сӯза ака хубӣ? Чӯка ака? Як кантар бора амро мебари ака? Ана я 10 қопор дай амора гирифта ба хонара бурдан дар кои нем поён. Не поёни бозор. Баъд чанд сум мебарен чӣ? Я 10 сум мебарен. Би қадар бурдан қиматаш мо чӣ ба 10 сомон дар мегирен мебарен. برای فرزند ما بیماره ما مجبور هستیم اینجا چند شب همون دیگه همون چیزی رو ما шумо чанд қаши дар оба кашидистед? ҳамози ман орд ма харидам ака, ҳамин ордора бояд бигирем, ана бибарем ба хонара. ҳай 10 сум дар розиен охир. фарзандтон чӣ кор кардад? چیه دیگه روز نمیشود چیکار دادوزی شتگین کار نکنید شکم گفتم میون درد دارم گفتم یس خودم جاز دوم دیگه خودم کارده تا پاشیم فوتبال خواهی حالا بسیار دیگه نمیشود روز میشه هیچ کار نمیکنیم هیچ کار نکنیم باز بعد هیچ کار نکنید خونه چی میبری بعد نمیدونم چون کنم چی میبری بعد هیچ کاری آدم نمیکنه چی آدم میگه از بعد هیچ کار بعد خودت یگون کارت داری من یگون سومت به پارتومات من دارم کارت دارم شمسی دارم میاد دینا یک دام گفتم من بیو کارت رو دارم مواری نکرد زمین نمی‌فهمم دروغ گفت کارت تاوای روز بونه نیومد کارت ما دارم نه اکا اکوز من داده سبم رو سوم به تو مردم بعد میگه خد نمایشی کرد برای هم کارت تا چی که کو کارت توزی میام کارت نمی‌جای کارت این کارت شمسی کارت اخته بعد او برادر کارت اخته من کارت دا برای که بعد میبینم میگن خد نمایشی من کارت دا چند نمره کارت 981 اوز دا کلام میگیریم 981 61 97 من کارت دا میپرتم من دروغ نمیگم کدومی که دروغ از برای کدومی که من یا کارت چیکار کی بیاد من آوار پاتون نه چی نکرد دو گفتن دیگه ما شیش میگم نه زیغنش انشالله که دیگرو کمک میکنه دیگه نمیدونم چی میکنه انشالله با از سعودی کمک کنه بعد چی اکا که انا راستی گپ یه چیزا بگم نمیدونم که همیشه ما گذاشتم من ابوشای کلوب دیگه کار دارم اکا راست شدم ما ordi خیلی چیزونه ما کانتا کار دیگه خاله ما بلاگرم ما ویدیو میکنم می آدما را کمک میکنم راستی گپ ما یک خاله را ویدیو کردم زبور میکردم سومش جمع کردم من زبور او را مختم کنی رفتم راستی رفته سبدم همین تا گذاشتم ما خطایی دیدم زیقشتگی ما راست شد بگم اکا راستی گپ کامera چما دیگه جو کامera کرده سان این من جمع میکروفون دارم راست گپ اکا کامera کردیم
باز به کامera چی من گوشی بیا جا گفت تا کامera کردم اکا آدمایی که تماشا داره شما راضیه که اما شما را کمک کنن همین خداوندی تعالی همین چی باشه کامera که خدا چی کنه روزی موریا کمک کنه چی نمیگه مو روزی بختار چنو کساله که مجبوریم که مو چی کنیم انشالله که همی حدپیشگاهی که من دارم انشالله که همش به طرف نیستم من چی ویدیو میکنم همش یاردم میکنم انشالله خطم یاردم میکنم کرته خطه اوخیم بله کرته خدمت من راستی گفت خطه پیشکی نگفتم که مقصد روزی نمیشه گفته من خواستم که امروز کامera چی نگفتم تیخ اکر میره من دیدم همینجا زیغ شتگی رنگ آدمای امیر احتیاجمند راستی گفت من خواستم اومدم گفتم اول بفهمم چی پرابلم داری بعد بیام مقصد بگم که ما کامera کردیم این کامera چی با پرابلم نشه من گفتم هیچ نمیشه ما باور نکنیم ما همه به خونه میریم میتونیم امروز بریم خونه بریم خونه را ببین چند فرزند داری گفتی؟ من 3 تا فرزند دارم دخترشم معیوب با نمی کسال چیزمون داریم داره یا ما نتونستم یکم جو ما که روح شناس نیستم میکنم دیدم برابر دیدم که آدم خسته همین شتگی به اینجا ما خیلی کسال میون معیوب نمیتونم وقت مجبور شدم که خیلی دبانسه غلطی معروف میکشیم بعد ما اول خطا بجای سون که مقصد ندبینیمون بعد نخیر روز چه گفتیم بعد این ویدیو که ما در یکم پرابلم نیست نه پرابلم نیست ما یکم خفه نیست نه خفه نیستیم انشالله خداوند تعالی میچی خدا برکت که شما را وعده دادن که بیارین سون که بگذرونم کارت را اون دروغ گفتن نیومدن نیومدن همین نت انشالله که ما کارت شما را در ویدیو میمونم انشالله که دیگران شما را کمک میکنن او شما را توقع دیگران توقع نمیشه شما توقع نیست انشالله شما را یاردم میکنن ما همین خداوند تعالی ما شریف آمده کدوم خیر میکنه خیرش با چیز قبول بگیرد انشالله ما میچوز هم برادرایی که شما را نمیشه تماشا دارم میره چی گفتن یا کردن نمی تماشا بینه مرا همین تماشا بینه همین که خداوند همین نمیتونه چی کده همین کامیتر بنویسه روی کنه کامیتر خوب کامیتر یک کامیتر بزرگ نه دشمن انشالله خود در نمیدرسن برای که دشمن اخبارات نه که دشمن اخبار نمیشه نمیتونه نه اون ویدیویی که اخبارات میکنه انشالله پرتیشگاه ما اخبارات چی نیست نمیکنه بعد پیسا سکنه لایک مون کامیتر خوب نویسه مو بعد دیگه رو براسته تو نتونی دیگهش میتونه یک یا لایک میمونه کو اوجمو یا لایک هم سبا میشه ویدیو خیلی پان میشه یا که قدمش میتونه 10 تا کامنتر یا 5 تا بنویسه همین یک پیشروی میشه تا میشه ویدیو همین انشالله دست میدیم همین در راستی باشه در و 5 برا باشه دم خیر میشه واه انشالله خیر میکنه روزی اگر روزی باشه عروبتون بسپرین این روز شانسون کلی کار نکرده هم شانس میشه ما مقصد همون شما چی میکنم یکی از شما عروبتون بسپرین خونه میرم معلش روزی میریم اکا جان خوب اکا عروبت بسپرین یا عروبت بسپرین خوب بسپریمش همین اکا خونه تو کو فرزنداتون کو امیر جان علی جان جا بیو نوزن اینجا بیو بچه جان اینجا بچه جان اینا بیا جان کو بچه جان بیو رفتیم میتا بچه ما خلمو چون میتا فرزند داره نکا بچه ما رفتیم با خلم بچه بسم الله سلام علیکم برادر جانای ما انا خیلی میبینین این اکر خونهش اومدیم انشاءالله باز با تماشا میکنین همین جیانی که میبینین انا این جیان کسل های زمین اکر خودش میگه که چی کسل های انا اگونجا بردنش توبت چی کردن یا که نه همه شو زمین اکر خودش میگه راست ما دیدم وضعیت شمی خیلی وضمینه راست دیگه ما نتونستم که به پروا بگذارم برام ما خواستم که همین نوار کنم شما در نشون میتونم برادرو این خیلی برادرو که خیلی که ما اول گفتم یکه خودش خبر نداشت که ما سیون کش کرده هستیم راست ما زباری او خلاشکه نوار کردم زباری او را اساس محکم کنی اومدم که همین حالت قطعی وا خوردیم دیدیم که یکه همین خیلی آدمی کمبغل میشناسی خیلی که بینی نبینی میشناسی راستی دیگه دیدم توقعت نکرد پرسان شدیم که یکه چی وضعیت ده اول با جای کامراش کردیم
اصلا بعد قایل شدیم که ما با جای کامera داریم. اول فهمیدیم که امی احتیاجمند هست یا نه. خب برادرازی امی اکا خودش میپرسیم شرایط چی خیلی ایجان چی کسله و زمانش میپرسیم که اکا جان سلام علیکم نه کو چی پرابلم داریم؟ سلام علیکم. امی چی نمیجین چرا؟ دختری ما مازش نیست امیره. یاد ای شام کن مازش میگیره. خیلی بکار. خیلی عروبا میکشم. خیلی اومدی ما باور نکنم اول را گفتم بعد اگه پرابلم میشه گفتی بعد ما گفتم خیلی گفتم باشه ما همات بگی ما برای این شانی کم چیه شانی پیشورا خیلی خرابه خوردن سست ایرا همین جا دیگه نمیدونم دستم نمیاد که همین توبت خیلی خسالم باز امی خونه خطونه نه یک کواتیانتون بیچاره یک آدم تو درتون همین تونی خوری هیچی نداره پیچکار کنه پیچکار چی کار میکنه هیچی کار نمیکنه بعد این شما عروبا میکشین یه روز چانس میوینه یه روز همین 20-30 میویم خیلی شهر دوشنبه در ما میدونم که عروبا کشو بگیم سومی سوز خیلی میوین ای 100 سوم بولم خیلی کلوب شهر در بگیم که خیلی دوشنبه وری سوم کار نمیکنه ما میدونم میسو نکشده باشم من میدونم برای که اونجا پایتخت اینجا شهر مایده یک بعد شما هم 20 سوم میوین یه روز شاید روز شود 40 سوم کارتون سوز شود جای میشه عموما نمیوین بعد شما در کوارتیر میشینین یک مجده میشینین فرزند بیمار دارین شما را کی کمک میکنه که شما خراکتون هم بیوین بخورید همین چی خداوند تو خیلی میته خداوند خیلی چیکار کنیم من دستمونم کمی یا هیچی دستمون نمیه کو خداوند تو خیلی دایی ما شهر رمضان همی پاکشگاه شما یکم دستگیری میکنه خداوند انشالله من یک دستگیری میکنم دختر مخرجی کنیم یک چایی بی خونه نداریم همیز کارتر دارن مرک بیا میگه برو دیگه ما چی نیستم بیتونی خوریه بیتونی هیچی نیستم بوده نه این خیلی اکا که پاکشگاه ما میدونم که مثال خیر میکنم یاردم میکنم انشالله که ما باوری دارم انا این خیلی اکا که اگر گرچند پلی خونه هم اگر جمع نشه ما باوری دارم که برای همین جیان علیچینی کدانتون برای دیگه چیاتون انشالله دیگه پرابلماتون یکون مبلغ انشالله که جمع شود ما خداوند ای چیش کانال شما چی کردن تماشا کنیم انشالله دیگه تلفنو چی کردیم همون میشه انشالله ما باوری دارم کانال شما خداوند برکت بده خب برادران ندیدین حکا فکرشون گفته خیلی با عروبا کشی همی زندگی پیش میره برادرای رختون خوب میدونین خیلی که اکا گفت روزی میشه 20 سوم همی خوب کار کنه 40 سوم یه روز در کار میکنه بسیاری وقت 20 سوم هم تا جایش میشه نمیگه یگان سوم کار نمیکنم میگرده میام اکیرم فهمیدن در کار باید چیزی گنو گفتن همونه برادر جانو راست دیگه من معلوماتی پرک ندارم کم بیش معلومات همی فهمیدم که از تاجیکا مهاجرا الله نگهبان باشه همه مهاجرا را نگهبان باشه از تاجیکا به حد پرابلم وزمینن نمیدونم من با میگم که معلوماتی پرک ندارم همی خشم میدونم تاجیکا در پرابلم انوزی در هستیه برای همی در ماه شریف رمضان الله همه تون نگهبان باشه برادر جانا فرق نداره در کجای فدراسیون رسیدین الله همه تون نگهبان باشه همی خیلی گپایی که کدومی تاجیکای خود راست تا پستا و کدیه که تو تاجیکان چی خیلی من نمیدونم معلومات که ندارم بگیم همی هر کس هر چی شنیدم ولی خودم تماشا نکردم سبب اینترنت نیست انا ندیدم ولی چی گپ پر معلومات ندارم میگم که چیزی باشه نباشه الله همه مهاجرا را نگهبان باشه و یک کسی دیگه گفتگیه که برادر جان خفه نشه مهاجرا در پرابلم بعد من همونجا فهمیدم که اگون گپ هست برادر خودشون مهاجرا در پرابلم های من خودم در مهاجرتم پرابلم های انا مقصد پرابلم دان اقلا مونه که همین پرابلمشون بود شود چی شوان یک کار دا بدرویم با اوزا چاو بعد با یاردم میکنن دیگر با ویدیو کدام بگی این خیلی برادرها که
ما میدونم که بسیاری همین آدمای خیر میکنن مهاجرن بیچاره همین معاششون هم میگیرن بگیم که ای برای الله خیر میکنن من میدونم نه که من این مینوی همون آدمی که پرابلم داره مثال نمیگم که یگون چما نمیگم که بگی یعنی اکدا خیر بکن من پروست نوار میکنم ای برای خدا همین اکدا نوار میکنم کدومش میتونن ای برای الله میگیرن بگیم که خیر خچا میرسونه برای همین برادر جونو با میگم که فرق نداره در هر کجای اولش الله نگهبانتون باشه کدوم دولتی در فرق نداره چی در تاجیکستان خودشه چی در دیگه جا الله همه تا نگهبان باشه نه که از برادرایی که مهاجره در این منوی رسیدن الله همه تونه در ماه شریف رمضان نگهبان باشه خداوند همه وقت ریسکتون قطعتون باشه در کیساتون همه وقت مبلغتون باشه به پرابلم باشین خیر برادرها دست من قمیه که در حقتون در ماه شریف رمضان دعای نیک بتن نه که کدومیت که در کامنتری گپی بد میگن خوب میگن چیزی میگن نمیگن انوار همین قمیه الله همه تا نگهبان باشه چی حقارت میکنی چی گپ خوب الله نگهبانت باشه اکا جان همین آدمایی که شما را خیر میکنن ای برای الله گفته خیر میکنن شما انوار در چی دعا دادن اینه خدا همین برکت شده که شویش کار شمته چی مرادی داره به مراد مقصد چون برسه همین کامنتری رو همین نمیتونید دعا کنید همین نداشته باشین دعا کنید کامنتری در هر چیزی دشمن اخوار سلام اولی اکا هست با همون آدمایی که کامنتری در گپای دقل می نویسونه همین کامنتری رو بخون کامنتری در همون کلمه نویسندگیش حرفای نویسندگیش غلطه خطا نویسندگی اکا برای که این گپا رو آدمایی می نویسونه که سوادناکیش به حد پسته حتی امو گپی نوشتگیش توغری نوشتگی نیست سواد آدمی که با سواد مکتب خوندگی من میدونم که او هیچ وقت گپی بزم نه یکمش که ویدیو معقولش نشود میبروید یا که اگر تماشا هم بکنه یک کامنتری خوب مینویسه اکا جان الله برکتت یا یک خوب مینویسه این همین مثال نه برادر تو تماشا داری بیکاری مثال میگیری ما ده تا کامنت مینویسونی کامنتری ده لوبای چی فرق نداره اکا خدا برکتت یا فلان چی بابا جان با پیش فلان چیز 10 تا کامنتری می نویسونی یک خود توقع انا میام سبب شده میتونه که ویدیو ما 5 شوه مثال بکاری بگی 5 تا میتونی 10 تا میتونی لایک فقط 1 تا میتونی مونده مثال به خاطر یک کم میمونی به خاطر این جان میمونی یا به خاطر من میمونی فرق نداره 1 تا لایک میتونی مونده کامنتری در اختیار تا بنویس چند تا میتونی بنویس همیشه میتونه که ویدیو ما را پهن کنه یا یک جونا کمک کنن باقی در پناه الله باشین برادرها این یک آخران فکر شمیگه گوش کنین و همین ویدیو را جمع بس میکنیم برادر جانو همین ما خیلی هیچی ندارم خیلی من مزم هم نیست که این دخترچه ما شبی درست گریم میکنه چی میکنه ندارم چی کنیم دخترچه ما برادر جون همین رمضان در ماه شریف رمضان در تیموت از برای خدا خیر کنیش برادر جانو همین چی خیر کردن همیتون کمیتر یا بیننجوی لایک نه هم 5 تا چیمو همین یک 10 روبل 20 روبل 50 روبل چانس میکنیم میشوه همون خیر میکنیم ایشی هم از مجبور نمیکنیم برای دختر چم خیر ما ایشانی خیر چی های کم کم ایشا چم میشه کم کم چی میشه کسال میشه دیگه نمیدون چکو کنم قدی او 20-30 دیگه چکو کنم نمیتونم ما برادر جان انشالله که من باور دارم برادرها خواهش میکنم ای شما هیچی نمیروه پروست همین لایک هم میجخی مثال کدامی که بگیم خیر کردن نمیتونی خیر فهمیدن ممکنه شما را همین اقلا 1 تا لایک بمون 4-5 تا کامنت بنویسون این همین یک خیره برادر جان ویدیو پهن میشوه در پناه الله باشین الله همه تا نگهبان باشه برادر جان